به نام خدا دوستان عزیز، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون عالی باشه. آقاخانی هستم و با دوره آموزشی بسیار کاربردی و جذاب اسکرچ در خدمتتون. اسکرچ یک زبان برنامه‌نویسی بصری و کاملا ویژوال یا تصویری هست با هدف آموزش مهارت بسیار مهم برنامه‌نویسی به کودکان، دانش آموزان و حتی نوجوانان. شما به کمک این نرم افزار و این زبان برنامه‌نویسی بصری میتونید به راحتی بازی، انیمیشن و برنامه‌های متعددی رو خلق و تولید بکنید بدون اینکه یک خط کد بنویسید. به صورت کاملا گرافیکی میتونی بلاک ها رو به هم دیگه وصل بکنی و به هدف و مقصود نهایی خودتون برسید. همونطور که خدمتتون عرض کردم، اسکرچ بهترین نرم افزار برنامه نویسی آموزشی برای کودکان هست. با استفاده از اسکرچ ما میتونیم بازی ها، پروژه های تعاملی و حتی انیمیشن های بسیار جذاب و لذت بخشی رو خلق یا تولید بکنیم. اسکرچ یک محیط برنامه نویسی ویژوال و کاملا رایگان هست. شما میتونید در مرورگر وب اون رو اجرا بکنید و حتی نسخه آفلاین رو هم داره که میتونید روی کامپیوتر نصب بکنید و باهاش کار بکنید. یعنی هم از طریق اینترنت به صورت آنلاین میتونید باهاش کار بکنید، هم به صورت آفلاین بدون اینکه بخوای به اینترنت وصل بشی. کار برای اسکرچ فقط کودکان نیستن. والدین هم میتونن در کنار فرزندان عزیز خودشون برنامه‌های جذاب و زیبایی رو خلق بکنن و ازش لذت ببرن. تو این دوره آموزشی شما نحوه کار با اسکرچ رو به خوبی یاد میگیرید و ما تعدادی بازی و انیمیشن جذاب رو در قالب پروژه های تعاملی با هم دیگه پیاده سازی خواهیم کرد. این دوره آموزشی به هیچ پیش نیازی نیاز نداره. هر فردی با هر سطح سوادی و با هر سنی میتونه با استفاده از اسکرچ برنامه نویسی رو انجام بده. فقط کافیه یک کامپیوتر در اختیار شما باشه و به راحتی با ماوس و کیبورد میتونید کار بکنید. ممکنه براتون سوال پیش بیاد که این دوره برای چه کسایی مفید هست. همونجوری که خدمتتون عرض کردم میتونیم از کودکان 5-6 سال تا 16 سال و همچنین والدینی که میخوان به بچه هاشون توی برنامه نویسی کمک بکنن، معلمینی که میخوان توی مدرسه به دانش آموزانشون برنامه نویسی رو یاد بدن و اصلا هر کسی که علاقه داشته باشه به برنامه نویسی توی یه لول بسیار پایین میتونه با استفاده از اسکرچ برنامه‌های بسیار جذابی رو خلق بکنه. اسکرچ به بیش از 70 زبان مختلف در سطح دنیا ترجمه شده. حتی زبان فارسی هم داره و توی خونه، مدرسه و انجمن‌های فوق برنامه اکثر کشورهای دنیا داره استفاده میشه. تو بحث آموزش برنامه‌نویسی، آموزش علوم کامپیوتر به بچه‌ها، تفکر محاسباتی و غیره از زبان اسکرچ استفاده میشه. همچنین معلم‌ها از اسکرچ به عنوان یک ابزار بسیار جذاب برای آموزش بسیاری از موضوعات دیگه مثل ریاضیات، درس علوم، تاریخ، جغرافی، هنر و غیره و غیره میتونن استفاده بکنن. چرا این کار رو انجام میدن؟ به این دلیل که گیرایی و فهم بچه‌ها بره بالاتر، بیشتر یاد بگیرن و بیشتر تو ذهنشون مفاهیم درج بشه. گروه اسکرچ تیم سازمانی هستش که به مدیریت، نگهداری و برقراری امنیت فناوری اسکرچ کمک میکنه. علاوه بر این گروهی که خدمتتون عرض کردم به ساخت دوره‌های آموزشی بسیار کاربردی برای برنامه‌نویسی با اسکرچ هم میپردازه که زبانش به انگلیسی هست. اگر دوستان زبان انگلیسیشون خوب هست میتونن در گوگل سرچ بکنن اسکرچ تیم، وبسایتش میاد و اونجا دوره‌های آموزشی رو به راحتی میتونید دانلود بکنید. همونجوری که تو صحبتام بهش اشاره کردم، اسکرچ توسط دانشگاه MIT سال 2013 میلادی که میشه ابتدای دهه 1380 ساخته شد. اگه بخوایم به بیان دقیق تر بگیم، یکی از دانشمندان دانشگاه MIT به نام آقای میشل رزنینگ
به قول معروف بنیانگذار این نرم افزار در دانشگاه MIT بود. دانشگاه MIT هم که میدونید رتبه اول تو تمام دانشگاه‌های دنیا رو داره که در آمریکا هم هستش. قبل از اینکه وارد محیط برنامه‌نویسی بشیم و بحث اصلی درسمون رو شروع بکنیم، من میخوام یک سوال کلیدی مطرح بکنم. سوال بنده این هست که چرا ما باید برنامه‌نویسی رو، چه خودمون، چه بچه‌هامون و چه هر کسی دیگه که علاقه داره یاد بگیره؟ اصلا علت یادگیری برنامه‌نویسی چیست؟ دلایل متعددی میتونه داشته باشه. یکی از دلایلش این هستش که تو وقتی برنامه‌نویسی رو یاد میگیری، کودک ما، فرزند ما وقتی میاد برنامه‌نویسی رو یاد میگیره، این به ما کمک میکنه، این به فرزند ما کمک میکنه که مغز و ذهن خلاق، فعال و پویاتری داشته باشه. ببینید شما وقتی میخوای یک مسئله رو، یک سوالی رو، یک انیمیشنی رو، یک پروژه‌ای رو خلق بکنی، قاعدتاً باید یک راه حل واسش ارائه بدی. شما باید سناریو رو تو ذهنت یا الگوریتم رو باید تو ذهنت درک بکنی، مراحل انجام کار رو تو ذهنت پیاده سازی بکنی. فرض کن یک مشکلی وجود داره، شما میخوای مشکل رو حل بکنی. خب وقتی شما میتونی یک راه حل بسیار خوب، عالی و جذاب رو واسه حل اون سوال مطرح بکنی، این باعث پرورش ذهن، فکر و خلاقیت خواهد شد. آقای استیو جابز که خدا رحمتش بکنه یه جمله‌ای داشت، میگفت که امروزه همه باید برنامه‌نویسی کامپیوتر رو یاد بگیرن. چرا؟ چون برنامه‌نویسی به شما نحوه صحیح فکر کردن رو آموزش میده. شما اگه برنامه‌نویسی یاد بگیرید، یک تولید کننده خواهید بود، یک مشکل گشا خواهید بود. شما تبدیل میشید به یک برنامه‌نویس. شما تبدیل میشید به یک برنامه‌نویس که میتونید اپلیکیشن های مختلف یا وبسایت های مختلف یا برنامه های مختلف رو خلق بکنید و این میتونه خدمت ارائه بده به دیگران. یعنی مشکلی که وجود داشت به واسطه خلق اون برنامه، تولید اون برنامه یا اپلیکیشن میتونه مشکل ما رو حل بکنه. در حال حاضر اکثر اپلیکیشن ها و نرم افزارهایی که شما در بازار مشاهده میکنید، حالا چه به صورت رایگان چه به صورت غیر رایگان، در اصل داره یک مشکلی از ما رو حل میکنه. خیلی از نرم افزارهایی که ما داریم باش کار میکنیم دقیقاً همینه، با این هدف ساخته شدن. پس شما به عنوان یک تولید کننده، به عنوان یک خالق اپلیکیشن یا نرم افزار میتونید مشکلات خود و دیگران رو حل بکنید. این آقایی که در تصویر مشاهده میکنید آقای میشل رسرینگ هست، همین فردی که در خدمتتون بودیم و در موردش صحبت کردیم. ایشون از دانشمندان علوم کامپیوتر توی دانشگاه MIT هست. عقیده‌ای که ایشون داره عقیده بسیار جالبی هست. میگه در قرن حاضر، قرن 21، هر کسی که اصول کدنویسی رو بلد نباشه ما بهش میگیم بیسواد. ببینید در حال حاضر در قرن 21 تعریف سواد عوض شده. مثلا 50 سال پیش میگفتیم کسی که خوندن و نوشتن بلد نیست بیسواده. یه مقدار که رفت جلوتر گفتیم کسی که کار کردن با کامپیوتر و زبان انگلیسی بلد نیست بیسواده. یعنی تعریف سواد عوض شد، چرا که در حال حاضر تمامی افراد سواد خوندن و نوشتن رو دارن. پس بیسواد یعنی ما نداریم؟ چرا؟ بیسواد کسیه که نمیتونه با کامپیوتر کار کنه. بیسواد کسیه که زبان انگلیسی بلد نیست. ولی در قرن حاضر دیگه تعریف سواد عوض شده. تعریف سواد از بحث استفاده از کامپیوتر و زبان انگلیسی لولش رفته بالاتر. در حال حاضر میگیم کسی که اصول کدنویسی رو بلد نباشه، کسی که بلد نباشه برنامه‌نویسی بکنه، ما بهش میگیم بیسواد. پس ببینید اگر میخواید بیسواد نباشید، اگر میخواید فرزندان شما در آینده بیسواد نباشن، اصول برنامه‌نویسی رو بهشون یاد بدید که با استفاده از نرم افزار اسکرچ شما به راحتی در قالب یک سری انیمیشن و بازی و اشکالی که شما میتونید در تصویر جابجا بکنید میتونید برنامه‌نویسی رو یاد بگیرید. ما میتونیم ایده های خودمون رو اجرایی بکنیم.
شما با تبدیل شدن با یک برنامه نویس میتونی اپلیکیشنی رو طراحی بکنی، نرم افزاری رو طراحی بکنی که بیاد ایده شما رو که تا الان صرفا یک ایده بوده تو ذهن شما تبدیل کنه به واقعیت، تبدیل کنه به عمل. ممکنه در ذهن فرزندان ما ایده های بسیار زیادی باشه ولی ندونن چجوری تبدیلش کنن به واقعیت، به عمل. ولی خیلی راحت اگر اسکرچ رو یاد بگیرن به راحتی میتونن ایده های خودشون رو عملیاتی بکنن و در همون سنین کم میتونن تبدیل بشن به افرادی مؤثر و کسایی که میتونن برای خودشون کسب درآمد داشته باشن. نکته بسیار مهمی که همه ما به دنبالش هستیم بحث کسب درآمد هست. یعنی شما اگر برنامه نویسی رو یاد بگیرید آینده خوبی رو برای خودتون و حتی واسه فرزندانتون میتونید رقم بدن. شما با یادگیری برنامه نویسی و حرفه‌ای شدن تو این زمینه میتونید شغل بسیار خوبی رو داشته باشید و حتی آینده شغلی خودتون رو تضمین بکنید. من افرادی رو میشناسم که حتی مدارک دانشگاهی تو حوزه کامپیوتر و برنامه نویسی ندارن. مثلا طرف کشاورزی خونده یا طرف علوم پایه خونده یا هر رشته دیگه، ولی با توجه به اینکه برنامه نویس و برنامه نویسی نیاز به هیچ تخصص خاصی نداره و شما میتونید خودت از صفر برنامه نویسی رو شروع بکنی و مهمم نیست که سطح دانش و علمت نسبت به کامپیوتر چقدر باشه، چون که شما به راحتی میتونی برنامه نویسی رو یاد بگیری. ابزارهای متعددی هست و رفرنس های متعددی هست برای یادگیری. بنابراین من افرادی رو میشناسم که در حال حاضر به واسطه برنامه نویسی، به واسطه اپلیکیشن هایی که تولید میکنن، وبسایت هایی که طراحی میکنن، درآمدهای بسیار بسیار بالایی دارن. تو حوزه برنامه نویسی هم دارن کار میکنن و رشته تخصصیشون و مدرک تحصیلیشون اصلا چیز دیگه ای بوده. اگر بخوایم یک مقایسه درآمدی داشته باشیم در بین کشورهای دنیا، حالا این آماری که من خدمتتون آوردم مربوط به سال 2019 هست و در حال حاضر هم قطعاً این مبالغ بیشتر هم شده. بیشتر میزان حقوق برای یک برنامه نویس در کشور آمریکا به صورت میانگین در سال $108,000 توی کشور آمریکا است. تو کشور سوئیس بوده $83,000، نروژ $72,000، دانمارک $70,000، سوئد و آلمان 54 تا $64,000. یعنی یک درآمد بسیار عالی و خوبی رو شما میتونید چه در ایران چه در خارج از ایران داشته باشید. در ایران هم یک برنامه نویسی که به صورت حرفه‌ای داره فعالیت میکنه حقوقی بین مثلا 15 تا 25 و حتی میتونه بیشتر از این هم درآمد داشته باشه. 15 میلیون تا 25، 30 تومن، 35 تومن، حتی افرادی هم هستن 40 تا 45 تومن هم در ماه میتونن درآمد داشته باشه. این جدول هم به صورت نمودار میله‌ای مبالغ درآمد رو تو کشورهای مختلف میبینید که آمریکا بیشترین اهمیت رو میده به برنامه‌نویسا و انگلیس هم یه جورایی میشه گفت کمترین درآمد برای برنامه‌نویسا داخلش هست. ولی باز هم اگر شما 1 2 تا 4 تا بکنی، یک فردی که رفته تو حوزه برنامه‌نویسی و داره فعالیت میکنه قطعا نسبت به بیزینس های دیگه، شغل های دیگه درآمد بسیار بالاتری رو خواهد داشت. ممکنه براتون سوال پیش بیاد که اگر بخوام مقایسه بکنم درآمد یک برنامه‌نویس رو با یک فرد عادی، فرض کنید یک فردی توی رستوران داره کار میکنه در مثلا کشور انگلیس، حدود $2500 بهش میدن و یک زندگی نرمال و خوبی رو خواهد داشت. ولی برنامه‌نویس 1000 تا بیشتر حدود $3500 در ماه میتونه کسب بکنه. یا مثلا توی آمریکا بوده 8 تا $9000 شما در ماه میتونی کسب درآمد بکنید. تقریبا 2 تا 3 برابر یک کارمند یا یک کارگر ساده توی آمریکا. تو ایران هم دقیقاً به همین صورت هست. یعنی شما حقوق اداره کاری رو اگر 5400 در نظر بگیری، 5500 یک برنامه‌نویس 3 برابر اون داره حقوق میگیره، 15 تومن داره حقوق میگیره. یه برنامه‌نویس معمولی اگه سطح و لول شما بالاتر باشه قطعاً تا 30-40 تومن هم میتونید کسب درآمد بکنید. خب بریم سراغ زبان برنامه‌نویسی. قبل از اینکه این نمودار رو من خدمتتون توضیح بدم و بحث محبوبیت زبان‌های برنامه‌نویسی رو براتون
باز بکنم بحثش رو، اول ببینیم زبان برنامه نویسی چیست. دوستان اگر بخوام خیلی ساده و واضح براتون توضیح بدم، زبان برنامه نویسی یک ابزاری هست که از طریق اون شما میتونی یک اپلیکیشن رو، یک نرم افزار رو خلق بکنی، تولید بکنی. فرض کنی آشپز میخوای غذا تولید کنی، ابزارش چیه، وسایلش چیه، مواد اولیه‌اش چیه، به کمک اونا میتونه غذای بسیار خوشمزه و لذیذی رو برای شما بپزه، تهیه بکنه. و شما هم اگه بخوای اپلیکیشن تولید بکنی، یک نرم افزار تولید بکنی، یک ابزار نیاز داری، یک وسیله نیاز داری که این زبان برنامه نویسی وسیله‌ای هست که از طریق اون و از طریق دستوراتی که به کامپیوتر داده میشه، اون اپلیکیشن و نرم افزار شما خلق میشه، تولید میشه، تبدیل به واقعیت میشه. و با توجه به اینکه زبان‌های برنامه‌نویسی بسیار زیادی در سطح دنیا وجود داره و محبوبیت‌های این زبان‌ها با هم فرق میکنه، کاربرداشون با هم فرق میکنه، من این نمودار رو خدمتتون آوردم. مثلا زبان برنامه‌نویسی جاوا توی این نمودار، توی این وبسایتی که من عکس رو ازش برداشتم، بالاترین محبوبیت رو داشت. بعد زبان C، بعد زبان پایتون، C++ و الی آخر. من به این سایت اکتفا نکردم، رفتم توی سایت دیگه. تو اون سایت هم پایتون این دفعه اول بود، جاوا دوم بود، جاوا اسکریپت سوم، به همین ترتیب زبان‌های برنامه‌نویسی دیگه. توی زبان دیگه رفتم، توی یک سایت دیگه رفتم، زبان C اول بود، جاوا دوم بود و الی آخر. حتی تو وبسایت گیت هاب هم که رفتم، زبان جاوا اسکریپت اول بود، جاوا دوم، پایتون سوم و الی آخر. ببینید چیزی که مشترکه در همه این زبان‌ها اینه که آقا زبان جاوا و زبان پایتون از محبوب ترین زبان‌ها و زبان C و همچنین C++ میتونن از محبوب ترین زبان‌های برنامه‌نویسی در عصر حاضر باشه. خب با توجه به اینکه یادگیری این زبان‌های برنامه‌نویسی، یادگیری جاوا، C، C++، پایتون و این داستانا شاید برای شما و واسه فرزندان شما سخت باشه، چون شما باید یک محیط ادیتور رو باز کنی، یک محیط آیدی رو باز بکنی و شروع کنی به کد نوشتن، شروع کنی به نوشتن یک سری دستورات و به کامپیوتر بگی چه جوری اپلیکیشن شما تبدیل به واقعیت بشه، اپلیکیشن شما تعامل داشته باشه با کاربر. پس با توجه به اینکه اگر بخوای از صفر شروع بکنی و مستقیما وارد یک محیط خسته کننده کدنویسی بشی و بخوای کدنویسی رو انجام بدی برای شما و فرزند شما و هر کسی که میخواد از صفر شروع بکنه سخت باشه، پیشنهادی که ما داریم استفاده از زبان برنامه نویسی کاملا تصویری و ویژوال یا بصری اسکرچ هست. دیگه تو اون محیط اسکرچ خبری از کدنویسی نیست، خبری از دستورات نیست، یه جورایی مثل بازی و ریاضی میمونه، یه جورایی مثل بازی و پازل میمونه که قطعات پازل شما به هم وصل میکنی، مثل لگو میمونه که قطعات لگو رو هم سوار میکنی و یک خونه بسیار زیبایی میسازی و قطعات پازل رو به هم وصل میکنی و یک تصویر بسیار زیبایی خلق میکنی. اسکرچ هم دقیقا همینه، شما پازل ها رو به هم وصل میکنی و یک انیمیشن بسیار جذاب، بازی بسیار جذاب، برنامه بسیار کاربردی رو میتونی باهاش خلق بکنی. فقط قبل از اینکه من وارد محیط اسکرچ بشم، با توجه به اینکه در سرفصل درسی ما آشنایی با زبان‌های برنامه‌نویسی هست، من میخوام این مقدار بیشتر در مورد زبان‌های برنامه‌نویسی براتون صحبت کنم. در حالت کلی ما اگه بخوایم زبان‌های برنامه‌نویسی رو تقسیم بندی بکنیم، یعنی اون ابزاری که از طریق اون و دستوراتی که وجود داره به ما کمک میکنه تا یک اپلیکیشن رو خلق بکنیم، ما در حالت کلی میتونیم این زبان‌های برنامه‌نویسی که در تصویر مشاهده میکنید به 4 دسته تقسیم بکنیم. زبان‌های برنامه‌نویسی ویندوزی یعنی چی؟ یعنی من یک اپلیکیشن برای ویندوز تولید میکنم، یعنی یک فایل اگزست کاربر نصب میکنه روی ویندوزش، روی سیستم عامل ویندوز و باش کار میکنه. 2 زبان‌های برنامه‌نویسی تحت وب هست، یعنی از طریق اون شما یک وبسایت رو تولید میکنید، یک وبسایت رو خلق میکنید. 3 زبان‌های برنامه‌نویسی برای اپلیکیشن موبایل هست. حالا این موبایل شما میتونه سیستم عاملش اندروید باشه یا iOS باشه. و زبان‌های برنامه‌نویسی
چند منظوره رو داریم که به کمک اونا میتونی برای همه این دیوایس هایی که گفتم، ویندوز، موبایل و وبسایت، اپلیکیشن تولید بکنی. حالا زبانهای برنامه نویسی که به کمک اونا شما برای ویندوز میتونی یک اپلیکیشن تولید بکنی، مثل سی، سی پلاس پلاس، سی شارپ، جاوا، پایتون. تو این تصویر پایتون کو اینا اول، دلفی، فاکس پرو، ویژوال بیسیک، روبی کوشش، آر مربوط به گوگل هست، کمپانی گولنگ، ببخشید گو مال گوگل هست. آر یک زبان برنامه‌نویسی که تو بحث دیتا ساینس استفاده میشه. گولنگویج که میشه زبان برنامه‌نویسی گو که کمپانی گوگل داره توسعهش میده. پس اینایی که گفتم به کمکشون شما میتونی برای ویندوز یک اپلیکیشن تولید کنی. خب این از دسته هم. دسته دوم گفتیم برای چیه؟ برای اینکه شما یک وبسایت خلق بکنی، تولید بکنی. چه زبانهایی هستن؟ زبان جاوا اسکریپت، HTML، CSS، چون تو این تصویر نداریم، اجازه بدید تو تصویر قبلی. خب در این تصویر ما نداریم، من فقط نامی میبرم براتون. زبان جاوا اسکریپت هست، jQuery هست، HTML، CSS. فقط این نکته خیلی مهم که در خصوص زبانهای برنامه‌نویسی تحت وب بعد خدمتتون بگم، این وبسایتی که طراحی میشه از دو قسمت تشکیل شده. یکی ظاهر وبسایت و ما بهش میگیم اصطلاحاً رابط کاربری وبسایت، که تو بحث برنامه‌نویسی بهش میگن برنامه‌نویسی سمت کاربر یا فرانت اند، و زبانهاش چیه؟ HTML، CSS، جاوا اسکریپت، jQuery. این از این. حالا این وبسایتی که شما دیدی، این ظاهری که داری مشاهده میکنی، پشتش به اصطلاحاً بک‌گراندش یه سری زبانهای برنامه‌نویسی دیگه دارن فعالیت میکنن، یعنی اصطلاحاً ما بهش میگیم بک اند. پس یک وبسایتی که طراحی و تولید میشه از دو قسمت تشکیل شده. فرانت اند یعنی ظاهر اپلیکیشن، ظاهر اون وبسایت. یه بک اند هست که پشت صحنه است. پس زبان‌های برنامه‌نویسی سمت کاربر یا همون فرانت اند مثل HTML، CSS، جاوا اسکریپت، jQuery و غیره، و زبان‌های برنامه‌نویسی سمت بک اند یا همون سمت سرور مثل پایتون مجدد، جاوا، روبی، PHP، ASP و این زبان‌هایی هست که باهاش میتونید بک اند سایتتون رو، یعنی پشت صحنه سایت رو که مثلا اطلاعات بره توی دیتابیس یا همون پایگاه داده ذخیره بشه، شما نیاز دارید. پس این هم شد زبان‌های تحت وب. زبان‌های برنامه‌نویسی برای موبایل به کمک زبان جاوا، زبان کاتلین، زبان سی شارپ که حالا ما فریمورک زامارین رو داریم، به کمک زبان‌های تحت وب مثلا ریاکت نیتیو، یا به کمک فریمورک فلاتر، زبان دارت، جاوا اسکریپت و زبان‌های مختلف. زبان سویفت که مختص سیستم عامل مکینتاش و سیستم عامل iOS هست، یعنی شما به کمک زبان سویفت میتونی برای گوشی موبایلی که برندش اپل هست، سیستم عاملش iOS هست، یک اپلیکیشن تولید کنید. پس این کلیاتی بود در خصوص زبان‌های برنامه‌نویسی و آشنایی شما با این زبان‌ها. تمامی این زبان‌هایی که مشاهده می‌کنید با توجه به محبوبیت و کاربردهایی که دارن توی سطح دنیا دارن استفاده میشن، ولی با توجه به اینکه ممکنه شما دانش برنامه‌نویسی نداشته باشید، مفاهیم برنامه‌نویسی رو تو این لول نتونید درک بکنید، پیشنهاد بنده این هست که فعلا سراغ این زبان‌های برنامه‌نویسی نرید، ممکنه براتون خسته کننده یا حتی شما رو زده بکنه. همچنین بچه‌ها، مثلا فرض کن یک بچه‌ای که 8 سالشه، 9 سالشه، 10 سالشه بیاد بره مثلا با زبان برنامه‌نویسی جاوا که یک زبان شیگرا هست شروع کنه برنامه‌نویسی، یا سی یا سی پلاس پلاس. خیلی ممکنه برای سخت باشه، خیلی ممکنه گیج کننده باشه. بنابراین پیشنهاد بنده به شما این هستش که
چه خودتون چه بچه هاتون و هر کسی که میخواد برنامه نویسی رو یاد بگیره از زبان اسکرچ شروع بکنه. خب میخوایم با نرم افزار اسکرچ کار بکنیم. شما برای اینکه بتونی با این نرم افزار کار بکنی دو راه داری. یا به صورت آنلاین وارد وبسایت اسکرچ بشی و همونجا با این نرم افزار کار بکنی و برنامه نویسیت رو انجام بدی به کمک بلاک ها و پازل هایی که حالا جلوتر نشونتون خواهم داد، قطعات پازل. یا اینکه میتونی نرم افزار اسکرچ رو دانلود بکنی و به صورت آفلاین بدون نیاز به اینترنت انیمیشن خودت رو، بازی خودت رو، اپلیکیشن خودت رو خلقش بکنی. خب پس وارد سایت گوگل میشیم. برای اینکه وارد این محیط بشیم اول این بالا میزنیم google.com و توی سرچ گوگل سرچ کن اسکرچ. ببین به محض اینکه اسکرچ رو من بزنم اولین پیشنهادی که برای شما میاره وبسایت همین اپلیکیشن اسکرچ هست. یعنی اگر بخوای آدرسش رو مستقیما این بالا تایپ بکنی در نوار آدرست میتونی بنویسی scratch.mit.edu. MIT همون دانشگاه معروفه است که خدمتتون عرض کردم. edu هم که پسوندش هست. پس این بالا میتونی بنویسی scratch.mit.edu. من روی این کلیک بکنم شما وارد سایت اسکرچ میشید. من مقدار زومش رو بیشتر کنم که در تصویر با کیفیت بهتری بیفته. پس مستقیما میتونید در نوار آدرستون تایپ بکنید scratch.mit.edu. این آدرس سایتش. اینجا بزرگ براتون نوشتم که ببینیدش. خب ببینید من وارد سایت اسکرچ شدم. زبان این سایت زبان انگلیسی هست. با توجه به اینکه ما فارسی زبان هستیم یکی از کارهای بسیار خوبی که اسکرچ انجام داده اینه که زبان سایتشو به زبانهای مختلف دنیا ترجمه کرده. ما میخوایم زبان این سایت رو بکنیم فارسی. چیکار کنم؟ اسکرول میکنیم میای پایین پایین پایین، انتهای صفحه یک نواری باز میشه که زبان فارسی و زبانهای بسیار زیادی رو اینجا داره. من زبان فارسی رو انتخاب میکنم. کل سایت اسکرچ تبدیل میشه به زبان فارسی. با توجه به اینکه این نرم افزار رایگان هست اینجا یک قسمت حمایت مالی گذاشته واسه کودکان بی سرپرست و کمک‌های خیریه. یعنی حمایتایی که دریافت میشه واسه امور خیریه مصرف میشه. همونجور که مشاهده میکنید این وبسایت از یک منو تشکیل شده. این بالا یک اسلایدر اینجا وجود داره که از این حالا میگذریم. رو قسمت پروژه های ویژه یک سری پروژه، یک سری اپلیکیشن، یک سری نرم افزار، یک سری بازی افراد مختلف تولید کردن. ببینید بازی بسیار زیاد هست. شما میتونید روش کلیک بکنید و اون بازی رو مشاهده بکنید. حتی بلاک ها یا پازل هایی که قطعات پازلی که استفاده شده هم قابلیت مشاهده داره. فرض کن این بازی که حالا هنوز لود نشده داره لود میشه رو شما میتونی خودت بازیش بکنی، بلاکاشو ببینی، کدهاشو اصطلاحاً ببینی، دیزاین یا ظاهرشو ببینی و حتی خودت تغییرش بدی به سلیقه خودت. اینجا میتونی کامنت یا پیامی واسه تولید کننده این بازی یا اپلیکیشن قرار بدی. ببینید یه سری پیام ها اینجا گذاشته شده توسط افراد مختلف. شما میتونی این کار رو انجام بدی. خب پس ما پروژه های ویژه رو داریم، هنرگاه های ویژه رو داریم، یعنی یه سری انیمیشن ساخته شده توسط افراد مختلف. هر کدوم از اینا رو خواستید میتونید روش کلیک بکنید. مثلا یه بازی The Big Quiz، احتمالاً یک نرم افزار آزمون به کمک انیمیشن های جذاب توسط افراد مختلف اینجا طراحی شده. همه اینا رو شما میتونید ببینید و از بلاک هاش استفاده بکنید. حالا تو این لول به نظر من لازم نیست شما روی اینا کلیک بکنید، واردشون بشید. بعدن که با نرم افزار اسکرچ بیشتر آشنا شدید، وقتی اینا رو باز کنی بلاکاشو ببینی میتونید استفاده بکنید و
لذت خب اینجام که استارت و استاپشو داره، اینا رو همه رو در عمل انشالله باش کار خواهیم کرد. خب بگذاریم، میخوایم وارد محیط اسکرچ بشیم. اولین کاری که شما باید بکنی، باید بیای یک حساب کاربری برای خودت توی وبسایت اسکرچ بسازی. چجوری این کار رو انجام بدم؟ این بالا گزینه‌ای هست به اسم پیوستن به اسکرچ، یعنی همون رجیستر خودمون، همون ثبت نام خودمون. این رو که بزنم، تو این مرحله یک سری اطلاعات از شما میخواد. میگه نام کاربریت رو وارد کن. من نام کاربریمو می‌نویسم آقاخانی. اگر این نام کاربری تکراری باشه، مثلا من میزنم ساسان، اگر تکراری باشه، ببینید اینجا گفته این نام کاربری قبلا انتخاب شده. بنابراین شما باید نام کاربری منحصر به فرد باشه، یعنی یک نام کاربری رو انتخاب بکنید که قبلا انتخاب نشده باشه. پس من همون آقاخانی رو می‌نویسم که انتخاب نشده است. از شما یک گذرواژه میخواد یا یک رمز عبور میخواد و شما باید 2 بار اینجا تکرارش بکنید. من یک گذرواژه دلخواه رو اینجا مینویسم. بعد از اینکه گذرواژه مورد نظرتون رو اینجا وارد کردید، روی گزینه بعدی کلیک میکنید. تو این مرحله از شما میپرسه که در چه کشوری زندگی میکنید. خوشبختانه اسکرچ ایران رو تحریم نکرد. ممکنه شما وارد بعضی از وبسایت ها بشید اصلا نام کشور ایران وجود نداره، متاسفانه به خاطر بحث تحریما. ولی خوشبختانه تو اسکرچ نام کشور ایران وجود داره و من میتونم کشور ایران رو انتخاب بکنم. میرم رو گزینه بعدی. از من سال تولد و ماهش رو میخواد. حالا من همینجوری یه سالی رو میزنم و ماهش هم مثلا ماه مارچ. و دکمه بعدی. جنسیت رو از من میپرسه. من جنسیت مذکر رو انتخاب میکنم و شما هر جنسیتی که دارید میتونید انتخاب بکنید. نکته بسیار مهم اینه که تو این مرحله شما باید ایمیلت رو وارد بکنید. یک ایمیل واقعی، یک ایمیل صحیح. چرا که بعد از اینکه تو این مرحله شما ایمیلتون رو وارد کردید، یک لینک فعالسازی براتون ایمیل میشه. یعنی چی؟ یعنی باید وارد ایمیلت بشی، اون ایمیلی که برات اومده رو روش کلیک بکنی برای بحث احراز هویت، برای بحث تایید حساب کاربری. پس لطفاً یک ایمیل صحیح و درست رو اینجا وارد بکنید. @gmail.com. بعد از اینکه ایمیل رو وارد کردید، رو گزینه حساب کاربری رو بساز کلیک میکنم. حساب کاربری من به سادگی ساخته شده. شما روی شروع کنید که کلیک بکنید، وارد محیط وبسایت اسکرچ میشید. ولی دقت کنید این بالا نمایش داده که شما الان لاگین کردی یا اصطلاحاً وارد سایت اسکرچ شدی. من وارد ایمیلم میشم، رو لینک فعالسازی هم کلیک میکنم که اکانت هم این نام کاربری که ساختم تایید بشه، احراز هویت بشه. دوستان همونجور که مشاهده میکنید من وارد ایمیلم شدم و یک پیام یا یک ایمیل برای تایید حساب کاربری من برای من ارسال شده. رو گزینه تایید حساب کاربری که کلیک بکنم، حساب کاربری من به راحتی تایید خواهد شد و میگه به اسکرچ خوش آمدید. لطفاً حتما این کار رو انجام بدید. در صفحه‌ای که اینجا ظاهر شده یا اینجا ما مشاهده کردیم نوشته یاد بگیرید که چطور می شود در اسکرچ پروژه های مختلف ساخت. یعنی شما از این قسمت هم میتونید آموزش های مربوط به اسکرچ رو ببینید، یا تو این قسمت میتونید پروژه هایی که برای بچهای مبتدی، افراد مبتدی ساخته شده رو ببینید، یا تو این قسمت میتونید با بقیه، با افرادی که با نرم افزار اسکرچ دارن کار میکنن تعامل داشته باشید، پیام بذارید، سوالاتتون رو بپرسید، مشکلاتتون رو بپرسید و اون دوستان پاسخ میدن. یعنی وقت میذاره طرف، کسی که علمشو داره، تخصصشو داره، میاد به سوال شما پاسخ میده، مشکلات شما رو حل میکنه. خب ببینید اینجا یک آموزش ساده از محیط اسکرچ گذاشته. من نگاه کنید
رو یاد بگیرید کلیک کردم، این پنجره باز شد. روی این پلی با که کلیک اسکرچ بکنیم اینجا شروع می میکنه به توانید آموزش. داستان‌های خود را بسازید و شروع همین می‌کنه به طور آموزش که بازی‌ها چجوری ما را میتونیم و البته انیمیشن‌ها را. جذابی رو بسازیم. بیایید از یک قطعه کامل حرکت براتون استفاده آموزش کنیم. میده و حتی زیرنویس با فارسی کلیک بر روی یک قطعه داره. می توانیم آن را اجرا کنیم. من این آموزش رو میبندم، اینم میبندم. خب رو گزینه دوم کلیک کردم، پروژه های مقدماتی. هر کدوم خواستید میتونید باز بکنید و ببینید که نتیجه کار چیه. ببینید یک خرچنگی هست که داره دهنش تکون میخوره، خودش داره تکون میخوره، چشاش داره عوض میشه، آهنگی داره پخش میشه و یک بک‌گراند یا یک تصویر زمینه هم اینجا وجود داره که حدود 9000 نفر لایکش کردن و 154 چند حدود 1,000,000 نفرم اینو دیدنش. این انیمیشن بسیار ساده که توسط این فرد ساخته شد. یا مثلا این یکی رو ببینید، یک بازی که شما باید توپی که اینجا مشاهده میکنید رو نذارید از صفحه خارج بشه و به این خط قرمز بخوره شما میبازید. یه بازی بسیار ساده ای که توسط همین اسکرچ طراحی شده ها. یعنی این بازی پیاده سازیش کار شاید 10 دقیقه تا یه ربع شما باشه، به شرطی که یادش بگیرید، یاد بگیرید چجوری با این نرم افزار کار بکنید. و یه پروژه دیگه هم مثلا این رو من باز میکنم. این گربه داره با شما صحبت میکنه، شما دقیقا همین رو میتونید با اسکرچ بسازید. خب من اینو میبندم، تایید ایمیل اونم که انجام شد. خب تا اینجای کار ما فهمیدیم که اسکرچ چیه، پروژه هایی که دوستان قبلا ساخته بودن مشاهدهشون کردیم. حالا میخوایم وارد محیط ادیتور و یا اصطلاحاً وارد محیط برنامه نویسی اسکرچ بشیم که کاملا تصویری و ویژوال هست، یعنی به صورت بلاک ها یا اصطلاحاً قطعات پازلی هست که میتونید به هم وصلش کنید. بگذارید. برای اینکه وارد این محیط بشید رو گزینه بسازید کلیک میکنید. پس دقت کنید، گزینه بسازید بالا روش کلیک میکنید تا وارد محیط برنامه بشید. بعد از چند ثانیه یک پروژه برای شما ایجاد میشه، یک پنجره‌ای برای شما باز میشه که از چندین قسمت تشکیل شده. من تک تک این قسمت ها رو با جزئیات کامل براتون توضیح میدم. ببینید سمت چپ بالا یک پنجره‌ای وجود داره که یک گربه‌ای وسطش قرار گرفته. ما به این پنجره میگیم پنجره استیج. یعنی چیزی که اینجا مشاهده میشه چیزی هست که کاربر نهایی قراره ببینه. یعنی شما برنامه‌ت رو که تولید کردی، اون بازیت رو، اون اپلیکیشن رو، اون انیمیشن رو که خلق کردی، چیزی که کاربر، یعنی اون یوزر آخر، اند یوزر یا اون فردی که بازی رو در اختیارش قرار میدی یا نرم افزار رو در اختیارش قرار میدی قرار ببینه. بقیه قسمت‌ها رو فقط توی برنامه‌نویس می‌بینی ها. استیج مکانی هست، اون پنجره‌ای هست که بقیه می‌بینن. یعنی خروجی کار شما فقط تو این قسمت هست و کاربر خواهد دید. بقیه قسمت‌ها رو فقط من برنامه‌نویس می‌بینم و میتونم باشون تعامل داشته باشم. خب ببینید بغل لوگوی اسکرچ سمت راست بالا ما اینجا یک کره زمین داریم که از اینجا شما میتونید زبان اسکرچ رو هم تغییر بدید. چرا اینو گفتم؟ چون بعضی از دوستان ممکنه وارد محیط اسکرچ بشن ولی زبانش انگلیسی باشه. شما میتونید از این کره زمینه زبان فارسی رو انتخاب بکنید. این یه دلیل. دلیل دوم اینه که بعضی از دوستان ممکنه بگن آقا من زبان فارسی رو دوست ندارم، یا این بلاک هایی که اینجا نوشته شده شاید اون ترجمه فارسیش برای من گیج کننده باشه، گنگ باشه، پس میام زبان انگلیسی رو انتخاب میکنم. این کاملا سلیقه‌ای هست. یا ممکنه این نفر بگه آقا من چون میخوام زبان انگلیسیم تقویت بشه، چون دارم زبان انگلیسی یاد میگیرم، به خاطر همین میخوام با محیطی که کار میکنم زبانش انگلیسی باشه. ببینید move 10 step turn 15 degree همامش شد انگلیسی.
مجدد میام روی این کره زمینه فارسی رو انتخاب میکنم. با توجه به اینکه اکثر مخاطبای این دوره ممکنه دوستان فارسی زبان باشن و به زبان انگلیسی تسلط نداشته باشن، بنابراین من روی زبان فارسی میذارم و با زبان فارسی این دوره رو انشالله براتون توضیح خواهم داد. خب ببینید این بالا سمت چپ یک گزینه‌ای داره به اسم الان ذخیره کن. شما وقتی این گزینه رو بزنی پروژه‌ای که انجام دادی برات ذخیره میشه. تو کجا؟ تو همون حساب کاربری که برای خودت ایجاد کردی. البته هر چند دقیقه یک بار خودش اتوماتیک ذخیره رو انجام میده. این اگه یادت رفت این دکمه رو بزنی، خود این نرم افزار به صورت هوشمندانه عملیات ذخیره سازی پروژه رو برات انجام میده. بنابراین میتونی نگران نباشی. ولی اگر مثلا فرض کن خسته شدی، میخوای کامپیوتر خاموش کنی، بری به کار دیگه برسی، حتما ذخیره رو بزن که این پروژه ذخیره بشه. دوستان عزیز دقت بکنید، این محیطی که الان من دارم باش کار میکنم محیط ادیتور یا محیط برنامه‌نویسی اسکرچ هست که به صورت آنلاین، یعنی من الان اینترنتم وصل هست و به صورت آنلاین دارم با این نرم افزار کار میکنم. ممکنه شما با خودت بگی آقا من نمیخوام آنلاین کار کنم، نمیخوام اینترنتم مصرف بشه، میخوام به صورت آفلاین بدون اینترنت با این نرم افزار کار بکنم. یعنی چی؟ یعنی میخوام نرم افزار ادیتور اسکرچ رو روی کامپیوترم نصب بکنم و باش کار بکنم. خب نگران نباش، شما همین جایی که وارد سایت اسکرچ شدید یا همین جایی که توی گوگل سرچ کردی گزینه دانلود داره، روش که کلیک بکنید پنجره جدیدی براتون باز میشه که نرم افزار اسکرچ رو، فایل نصبیش رو که شما میتونید روی کامپیوتر نصب بکنید و باش کار بکنید و برات اینجا آورده. شما میتونید انتخاب بکنید آقا سیستم عامل من ویندوز باشه، مکینتاش باشه، یعنی کسایی که از کمپانی اپل که لپتاپ خریدن یا یک دسکتاپ خریدن و سیستم عاملش مکینتاش هست میتونن این رو انتخاب بکنن. مایی که ویندوز هستیم این رو انتخاب میکنیم. دوستانی که از او اس کروم استفاده میکنن این رو انتخاب میکنن و دوستانی که اندروید میخوان با گوشی یا حتی تبلتی که سیستم عاملش اندروید هست میخوان کار بکنن میتونن نسخه اندروید اسکرچ رو دانلود بکنن. با توجه به اینکه خیلی از بچه‌ها ممکنه کامپیوتر نداشته باشن، لپتاپ نداشته باشن، ولی تبلت دارن و با تبلت میخوان برنامه‌نویسی تو اسکرچ رو انجام بدن، میتونن بیان تو این قسمت نسخه اندروید این نرم افزار رو دانلود بکنن. حالا با توجه به اینکه هدف ما آموزش هست و داریم با کامپیوتر حالا یا لپتاپ کار میکنیم، نسخه ویندوز رو من انتخاب میکنم و دانلود مستقیم رو که اینجا هست مشاهده میکنید بزنید، ببینید حدود 161 مگ نرم افزار اسکرچ براتون دانلود میشه. من صبر میکنم تا این نرم افزار دانلودش تموم بشه، بعد مجدد میریم سراغ نصب این نرم افزار روی کامپیوتر خودمون به صورت آفلاین، یعنی بدون اینترنت. حالا تا این نرم افزار دانلود شه، من این نکته دیگه هم بهتون بگم. ممکنه شما این گزینه دانلود رو پیداش نکنید. خب چیکار کنم؟ وارد همون سایت اصلی اسکرچ بشو، scratch.mit.edu، بیا پایین انتهای صفحه نوشته منابع یا همون ریسورس، اینجا دانلود داره. دقیقاً روی این دانلود که کلیک کنید همین صفحه‌ای که الان من داشتم باش کار می‌کردم براتون ظاهر خواهد شد که میتونید روی ویندوز کلیک بکنید و دانلود رو بزنید. دوستان دقت کنید، نرم افزار اسکرچ دانلود شد. الان ببینید این فایل دانلود شده نرم افزار اسکرچ هست. بعد از اینکه دانلود شد شما دوبار روش کلیک بکنید یک پنجره‌ای برای شما باز میشه برای نصب نرم افزار بر روی کامپیوتر. همونجوری که بازی رو کامپیوتر نصب می‌کنی یا هر نرم افزار دیگه‌ای نصب می‌کنی، اینم راحت میتونی نصب بکنی. گزینه اینستال که من بزنم، بعد از چند ثانیه نرم افزار اسکرچ روی کامپیوتر شما نصب خواهد شد و به راحتی میتونی به صورت آفلاین بدون اینترنت باش کار بکنی. این تیک رو که شما بزنید که به صورت پیش‌فرض تیکش خودش خورده، فینیش رو که بزنید نرم افزار اسکرچ رو براتون باز میکنه. ببینید نرم افزار اسکرچ اینجا باز شد
و این گزینه share my usage data with scratch team رو من حتما باید انتخاب بکنم و کلوز میکنم. ببین من اینو فول اسکرین میکنم، یعنی بزرگ نمایی میکنم. فول اسکرین رو دوستان میدونن یعنی چی دیگه، یعنی اینکه تمام صفحه بشه. اگه بخوام فارسی بگم تمام صفحه، همون محیطی که شما به صورت آنلاین مشاهده کردید. ببینید همین محیط آنلاین که داخل وبسایت اسکرچ هست، اینجا به صورت آفلاین رو کامپیوترت میتونی ببینی. حتی از اینجا گزینه زبان رو هم داریم که میتونیم زبانش رو فارسی بکنیم. فقط نکته ای که الان وجود داره، شما یک پروژه جدیدی که ایجاد میکنی، وقتی ذخیره بکنی، این نسخه ای که آفلاین هست فایلش داخل کامپیوتر شما ذخیره میشه، ولی این یکی نسخه که آنلاین هست، فایلی که ذخیره میشه داخل سرور دانشگاه MIT ذخیره میشه و شما میتونی پروژه هات رو از نسخه آنلاین انتقال بدین به نسخه آفلاین، یعنی رو کامپیوترت. حالا اینو جلوتر بیشتر توضیح خواهم داد. دوستان عزیز دقت بکنید. فرض کنید من یک بازی انیمیشن یا یک نرم افزاری رو ساختم، کارم با این تموم شد. مثال میزنم. حالا میخوام یک پروژه جدید ایجاد بکنم یا اصطلاحاً یک اپلیکیشن جدید، یک نرم افزار جدید ایجاد بکنم. تو نسخه وب، نسخه‌ای که به صورت آنلاین دارم باش کار میکنم، چجوری این کار رو انجام میدم؟ ببینید شما وقتی بیای رو گزینه فایل کلیک بکنی، گزینه هست به اسم جدید. به محض اینکه این رو بزنی، بعد از چند ثانیه یک پروژه جدید براتون ایجاد میشه و این بالا خودش نامش رو به صورت پیش‌فرض تعیین میکنه. همین کارو تو نسخه آفلاین هم میتونید انجام بدید. فایل جدید رو که بزنید، یک پروژه جدیدی براتون ایجاد خواهد شد و اینجا اسمش رو براتون نمایش خواهد داد. حالا تو نسخه آنلاین من میخوام ببینم چند تا پروژه دارم و پروژه های قبلیم رو باز بکنم، باشون کار بکنم. چجوری این کار رو انجام بدم؟ سمت چپ یک فولدری اینجا مشاهده میکنید. وقتی این رو بزنید، من مجدد برمیگردم که ببینید فولدر رو. این فولدری که اینجا هست روش کلیک بکنید، تمامی پروژه هایی که شما قبلا طراحی کردی، انجام دادی، پیاده سازی کردی رو میبینید و اسمش هم ببینید، چون من اسمش رو تغییر ندادم، همون اسم پیش‌فرض خودشون میاره. آن تایتل، آن تایتل 2، آن تایتل 3 و الی آخر. روی هر کدوم که کلیک بکنید ببینید نوشته داخل را ببین، یعنی وارد این اپلیکیشن شو، وارد اون پروژه بشو. به محض اینکه بزنید وارد اون پروژه میتونید بشید، یعنی اون بلاکاش رو، اون طراحیش رو، اون به اینا میگن بلاک یا کد یا اسکریپت اصطلاحاً. اساتید مختلف اسمای مختلف به کار میبرن. همشو میتونید ببینید. المان هایی که توی صفحه قرار گرفته و آبجکت هایی که وجود داره، شما میتونید از این آبجکت ها استفاده بکنید. تمام اینا رو من توضیح خواهم داد. اصلا نگران نباشید. این جلسه اول صرفا آشنایی با محیط این نرم افزار هست و در جلسات بعد ان شاءالله بیشتر باشون کار میکنیم. خب اگه هم خواستید میتونید نام پروژه‌تون رو تغییر بدید. مثلا من اسمشو میذارم گربه خندان. این شد اسم پروژه اول من. ببینید از حالا به بعد اسم این پروژه، اسم این اپلیکیشن یا اصطلاحاً اسم این نرم افزار شد گربه خندان. تو این پوشه هم که برید، تو این فولدر اگر کلیک بکنید، تو من بعد ذخیره‌اش میکردم، ذخیره شد خودش اتوماتیک. نام اپلیکیشن شما، نام برنامه شما یا اصطلاحاً نام پروژه شما چی شد؟ گربه خندان. اون دو تای دیگه هم چون نامی براش تعیین نکرده بودم، خودش نوشته آن تایتل 2 و 3. خواستید میتونید از اینجا حذفشون کنید، حذف میشه. نکته جالبی که وجود داره، اونایی که شما حذف میکنی به صورت کامل پاک نمیشه، میره تو زباله ها، مثل سطل آشغال ویندوز میمونه. اگر خواستی میتونی بازگشت رو بزنی، یعنی بازیابی میشه، یا میتونی از اینجا empty trash رو بزنی، یعنی چی؟ سطل آشغالی منو خالی بکن. پروژه‌ای که تو سطل آشغالی هستن خالی خواهد شد. خب میشه پسورد تو بزن. خب من پسوردمو باید بزنم، بعد تایید رو بزنم، سطل آشغالی خالی میشه. پسوردی که باش لاگین کردیم، پسوردی که حساب کاربریمون رو ساختیم، اون پسورد از من میخواد.
خب ببینید یه گزینه همه پروژه ها رو داریم. اون پروژه‌ای که پاک نشده رو بهتون نشون میده. اینجا میبینید در آینده ما میتونیم پروژه هامون رو با دیگران به اشتراک بذاریم که اینو انشالله در آینده خواهیم دید. و اگر پروژه رو به اشتراک بذاری که همه بتونن ببیننش، اینجا برات پروژه هایی که اشتراک گذاشتی رو میاره. ولی فعلا ما هیچ پروژه‌ای رو به اشتراک نذاشتیم، فقط پروژه رو برای خودمون ساختیم و میخوایم روش کار بکنیم. اسمش هم گذاشتم گربه خندان. روش که کلیک بکنم یا داخلش رو بزنم، وارد محیط ادیتور یا محیط اسکرچ میشه که شما میتونید این گربه‌ای که اینجا مشاهده میکنی یا هر المانی که تو استیج قرار میدی میتونی یک انیمیشنی براش قرار بدی، یک حرکتی براش قرار بدی، یک اکشنی براش قرار بدی و بازی‌های بسیار جذاب و زیبایی رو میتونید یا اپلیکیشن‌های بسیار زیبایی رو میتونید پیاده سازی بکنید. تو قسمت آموزش‌ها اگر مشاهده بکنید، آموزش‌های بسیار زیادی اینجا براتون گذاشته که میتونید دونه دونه آموزش‌ها رو ببینید. مثلا من روی این اولین آموزش کلیک میکنم، اینجا میاد براتون با اسکرچ می توانید داستان‌های خود را بسازید و همین طور بازی‌ها را و البته انیمیشن‌ها را. الان بیایید از یک قطعه حرکت استفاده کنیم. زبان فارسی با رو کلیک داره، بر روی یک قطعه می توانیم آن را اجرا کنیم. ولی متاسفانه از دوبلورهای افغان استفاده کرده و لهجهش مقدار شاید واسه ما سخت باشه فهمش. ببینید من مجدد کلیک میکنم، از اول بیاد. با اسکرچ می توانید داستان‌های خود را بسازید و همین طور بازی‌ها را و البته انیمیشن‌ها را. بیایید از یک قطعه حرکت استفاده کنیم. خب بگذاریم. پس از این آموزش ها هم به عنوان یک سری رفرنس میتونید استفاده بکنید برای اینکه بیشتر با نرم افزار اسکرچ آشنا بشید. بنابراین این محیط اسکرچ یک گزینه سمت چپ بالا داره به اسم نمای تمام صفحه یا همون فول اسکرین. به محض اینکه بزنید استیج شما به حالت فول اسکرین در میاد، یعنی اون خروجی نهایی رو به صورت تمام صفحه اینجا میتونید ببینید. مثلا اون انیمیشنی که ساختی، بازی که ساختی، اپلیکیشنی که ساختی یا هر چیزی که ساختی. این دوتا این بالا سمت راست دوتا گزینه میبینید. یه گزینه پرچم هست، یه گزینه توقف هست. وقتی پرچم رو بزنید برنامه شما اجرا خواهد شد، پلی خواهد شد، فعال خواهد شد. استاپ رو بزنید متوقف میشه. با توجه اینکه من فعلا هیچ بلاکی برای این تعریف نکردم، هیچ حرکتی واسه این گربه قرار ندادم، پس هیچ تأثیری روی این دوتا نخواهد داشت. اینا رو انشالله جلوتر وقتی با بلاک ها بیشتر آشنا شدیم با اینا کار میکنیم و مشاهده میکنیم. تو قسمت خارج از فول اسکرین هم ببینید وقتی این رو بزنی از حالت فول اسکرین خارج میشه. مجدد این دوتا گزینه رو خواهیم داشت. این گزینه‌ای که اینجا مشاهده میکنید میاد سایز استیج و محیطی که شما بلاک ها رو توی صفحه قرار میدی برای شما تغییرش میده ابعادش رو و حالا به سلیقه خودتون میتونید انتخاب بکنید. من بزرگترش میکنم که استیج رو شما بتونید مشاهده بکنید. خب این پایین هم شما میتونید یک سری صفحات جدید ایجاد بکنید و یک سری تصویر زمینه یا اصطلاحاً بک‌گراند واسه استیج خودت قرار بدید. فرض کنید این استیجی که ما اینجا داریم، میتونیم روی این گزینه پلاس کلیک بکنیم، میاد از پس زمینه هایی که خودش به صورت پیش‌فرض داخل اپلیکیشن وجود داره براتون میاره یا اصطلاحاً بهتون نمایش میده و از هر کدوم خواستید میتونید استفاده بکنید. حتی اگر موضوع خاصی هم مد نظرتون هست میتونید اینجا سرچ بکنید. مثلا من استار رو سرچ میکنم، دو تا بک‌گراند تو حوزه استار بر من آورد. یا دسته‌بندی‌های مختلف داره اینجا. موسیقی، ورزش، ببینید ورزش رو میزنم، موسیقی رو میزنم، استیج های موسیقی برام میاره، خیالی، فضایی، همه هم که کلیک کنی استیج های مختلف. من این استیج رو انتخاب میکنم. پس بک‌گراند استیج من شد چنین تصویر زمینه‌ای که مثلا گربه قراره تو این مسیر حرکت بکنه. برنامه‌ای که با هم بنویسیم، انیمیشنی که با هم خلق قرار بکنیم.
دوستان از دقت بکنید همین آیکونی که اینجا وجود داره برای انتخاب پس زمینه داخل چند تا گزینه هست. من یکی یکی اینا رو توضیح بدم. به صورت پیش‌فرض وقتی اینو زدم گالری مربوط به خود اسکرچ رو براتون آورد که پس زمینه‌های مختلفی رو داشت. فرض کن من این پس زمینه‌ها رو نمیخوام. من میخوام یه تصویر زمینه از توی کامپیوتر خودم، یک عکسی رو از تو کامپیوتر خودم اضافه کنم به برنامه. پس بازگشت رو میزنم، مجدد رو این گزینه بک‌گراند میریم و اولین آیتم رو انتخاب میکنم. نوشته چی؟ بارگذاری پس زمینه. بارگذاری از کجا؟ از رو کامپیوتر شما. پس کلیک میکنیم و میرم مثلا دنبال یک عکسی میگردم، عکس مثلا میدان آزادی. فرض کنید این گربه میخواد بیاد از کنار میدان آزادی رد بشه، مثال میزنم. یا نه چنین عکسی هم نمیخوام. آیتم دوم نوشته غافلگیر کننده. خودش به صورت پیش‌فرض یا اصطلاحاً به صورت تصادفی یک عکس پس زمینه رو براتون اینجا میاره. مثلا گربه میخواد توی شب حرکت. یا مثلا نقاشی رو ما اینجا داریم. وقتی روش کلیک بکنید یک محیطی سمت راست براتون خلق میکنه که شما میتونی بیای چیکار بکنی؟ استیج خودت رو، تصویر زمینش رو نقاشی بکنی. مثلا من میام رنگ زرد رو انتخاب میکنم، با استفاده از سطل رنگ رو بخوام بریزم اینجا. دوستان دقت کنید، اول اینو تبدیل کنیم، بعد رنگ زرد رو با استفاده از سطل رنگ رها میکنیم. پس دقت کنید تبدیل به حالت، دو حالت داریم، بیت مپ داریم و برداری. بعد تبدیل بشه به حالت بیت مپ. بعد شما میتونید مثلا این شد بک‌گراند کارت، زرد شد. مجدد روی بک‌گراند میتونید کلیک بکنید. سمت چپ من روش کلیک کردم، بیام مثلا رنگ نارنجی رو انتخاب بکنم و یه شکل دایره بکشم، مثلا به عنوان خورشید این استیج. یا میتونم کوه بکشیم، جنگل بکشیم. این قلم داره دیگه، شما میتونید رنگ مثلا سبز رو انتخاب کنید، اینجا مثلا سبزه بکشید. کوه بکشید و رنگ مثلا خاکستری، رنگ قهوه‌ای مثلا. با مداد یا با این خطه اینجوری کوهات رو بکشید. یعنی این که شما داخل اسکرچ آزادی عمل بسیار 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 زیادی داره. شما میتونی انیمیشن ها و بازی های جذابی رو به کمک خلاقیت خودت خلق بکنی. یعنی اون دوست عزیزی که داره این ویدیو رو میبینه اگر فرد خلاق، باهوش و با پشتکاری باشه، ببین همه اینا به کنار. من ممکنه 10 ساعت بشینم صحبت کنم اسکرچ رو 0 تا 100 براتون توضیح بدم، زیرو بمش رو براتون توضیح بدم، ولی اگر شما خودت محیط اسکرچ رو باز نکنی، باهاش کار نکنی، به صورت کاملا قاطعانه میگم هیچ یاد نمیگیری. پس اولین شرط یادگیری اینه که شما محیط رو باز بکنی، باهاش کار بکنی. نترس، خراب نمیشه. دونه دونه این دکمه ها رو بزن، بکش، پاک کن، ببند، بیار. ببین یادگیری چه زمانی اتفاق میفته؟ زمانی که شما دست به کار بشی، دست به عمل بشی. یعنی بچه 3 ساله رو ببین، بچه 3 ساله از یک فرد بزرگسال بهتر میتونه با گوشی کار بکنه، بهتر میتونه با کامپیوتر کار بکنه. فرد 4 ساله، 5 ساله خب چه جوری یاد گرفته دستش بازی کرده، یاد گرفته. پس این هم به همین صورت میتونه اتفاق بیفته. خب من غافلگیر رو زدم و یه تصویر جدید برای من آورد. شما حتی میتونید روی این تصویری که براتون آورده هم کار انیمیشن انجام بدید، کار طراحی انجام بدید، رنگ رو عوض بکنید. مثلا ببینید من رنگ اینو میخوام قرمز بکنم، رنگ اینا رو میخوام قرمز بکنم. پس ببینید اون تصاویرم که به صورت رندوم برای شما میاره، شما میتونید چیکار بکنید؟ تغییراتی رو تو قسمت ابزارهایی که اینجا براتون میاره رو پس زمینه میتونید انجام بدید یا مثلا پاک بکنید. ببینید این اتفاقات ممکنه صورت بگیره و همش دست خودتون هست. من مجدد یک تصویر
دلخواه رو انتخاب میکنم، مثلا این تصویر. خب اینم از شد، اینم از بحث پس زمینه یا تصویر زمینه یا بک‌گراند استیج من اینو فول اسکرین کنم که شما فول اسکرینش هم ببینید. اینم فول اسکرین برنامه است، از حالت فول اسکرین خارج میکنم. خب ببینید سمت راست ما 3 تا سربرگ داریم. یه سربرگ پس زمینه هست که شما میتونید تنظیمات پس زمینه رو انجام بدید و سمت راست هم پس زمینه هایی که قبلا هم داشتی همه رو برات آورده ها و میتونی پاکشون بکنی. با این علامت سطل زباله روشون کلیک بکنی. ببین من الان پس زمینه ها رو همه رو دارم پاک میکنم. فقط میخوام مثلا اینم پاک میکنیم، اینم پاک میکنیم و این 2 تا پس زمینه میخوام بذارم بمونه، باشون مثلا کار دارم. پس رو گزینه سربرگ پس زمینه شما میتونید تغییرات رو سربرگت انجام بدید، پس زمینت انجام بدید. قسمت کد همون بلاک ها یا کد ها رو برای ما میاره که تک تک اینا رو انشالله جلسه بعد خدمتتون توضیح خواهم داد. ما امروز بیشتر بحث سربرگ و پس زمینه بود. تو قسمت صداها هم ما میتونیم صداهایی رو داشته باشیم و ویرایش رو صدا انجام بدیم. یک قابلیت بسیار جذاب و عالی هست که شما میتونید داشته باشید. خب همه این توضیحاتی که دادم تو نرم افزار آفلاین هم وجود داره. ببینید حالتها، صداها، همه اینا وجود داره. حتی این انیمیشنی هم که اینجا وسط شما میبینید، این تصویر گربه‌ای هم که شما اینجا میبینید، میتونید چیکار بکنید؟ روش ادیت انجام بدید، روش ویرایش انجام بدید. مثلا کله گربه رو من میخوام کوچیک‌تر بکنم، ببینید. یا مثلا انیمیشنی که در آینده میسازیم، گربه‌ای که عصبانی میشه سرش بزرگ میشه، رنگ چشش عوض میشه. همه این کارا اتفاق خواهد افتاد. همش برمیگرده به خلاقیت، نبوغ و ایده‌ای که تو ذهن شماست. همین محیط رو توی آنلاین هم داریم. یعنی شما اگر روی این سوژه کلیک بکنید و میام رو حالت‌ها، ببینید این سوژه‌ای که تو صفحه هست، من وسط کله‌شو خالی کردم با پاشو پاک کردم. یا میام با این ابزار انتخابش میکنم، کله‌شو کوچیک‌تر میکنم. دستشو میتونم حرکت بدم، دستشو میتونم بدم بالا، ببین دستش رفت بالا، مثلا میخواد بای بای کنه. یعنی شما به تک تک اجزای این گربه دسترسی داری. دمشو مثلا میخواد در آینده تکون بده، شما همه این کارا رو میتونید انجام بدید. یا حتی این قابلیت های بیشتر کلا میتونی حذفش کنی، رنگش رو عوض بکنی. مثلا من رنگ گربه رو میخوام بنفشش بکنم، نمیخوام گربه صورتی باشه. ببینید کاملا آزادی عمل دارید. حالا من گربه رو پاک میکنم که همون گربه قبلیه بیاد. صداها هم که گفتم هست. پس ما اینجا 3 تا قسمت داشتیم، قسمت کد، حالت، صدا. این حالت هم برای بک‌گراند هست، هم برای سوژه هایی که توی صفحه من قرار میدم. مجدد ببینید برمیگردم روی این حالت، روی این گربه اگه کلیک بکنیم، اینها روی این شکلک گربه اگه کلیک بکنیم، حالت برای من ظاهر میشه. پس ببینید ما یک پس زمینه داریم و یک شکلک و یک سری آبجکت ها، یک سری سوژه ها، سوژه بگم قشنگ‌تره، سوژه هایی که توی صفحه قرار میگیرن. شما با زدن این آیتمی که نوشته شکلک رو انتخاب کن، مجدد شبیه پس زمینه میتونی از شکلک های پیشفرض خودش استفاده کنی که شکلک های بسیار جذابی داره، یا میتونی شکلک رو از کامپیوتر خودت ایمپورت بکنی، یعنی اضافه بکنی، وارد بکنی، یا میتونی گزینه قافلگیر رو بزن خودش برات یک سری شکلک رو به صورت رندوم میاره، یا میتونی نقاشی بکنی شکلک خودت رو. من مثلا میام یه شکلکی رو نقاشی میکنم، مثلا این آقای میخواد توی صفحه بیاد حرکت. اگه هم نخواستی میتونی با زدن دکمه سطل آشغال این شکلک ها رو یا این سوژه ها رو از استیجت پاک بکنی. یک آیتمی هست در خصوص شکلک ها. بذارید من این شکلک دیگه هم اضافه بکنم. خب این هم شکلکی. شما روی هر شکلک که کلیک بکنید، دقت کنید، در پنجره بالاش یک سری قابلیت ویرایش داری در خصوص نام شکلک، اسمش اندیه، ابعادش
و پوزیشنش توی صفحه، ببینید x و y پوزیشنش تو صفحه است. اگر این وسط رو ما 0 و 0 بگیریم، حالا این مقدار سخته جا چیز کردم، وسط صفحه وسط استیج 0 و 0 باشه، من میزنم 0 0. الان این وسط صفحه است دقیقاً. مختصات نقطه 0 و 0 0 و 0 میشه وسط صفحه. حالا هر چی به سمت راست بری، خب xش اضافه میشه، مثبت میشه، و اگه از اون محور مختصات بیای پایین، ایدرگش منفی میشه. اگه بخوام اینو براتون بیشتر توضیح بدم، من یک صفحه مختصات اگه براتون بکشم، ببینید یه محور ایدرگ داریم، این محور ایدرگ ما هست، این محور x ما هست. این نقطه وسط، ببینید این نقطه وسط نقطه 0 و 0. هر چی بری بالا ایدرگ مثبت میشه، بیای پایین از این خط ایدرگ منفی میشه، بری سمت راست x مثبت میشه و بیای سمت چپ x منفی میشه. یعنی اگر شما میخوای دقیقاً این آقای بیفته وسط، x رو بده 0، ایدرگ هم بده 0، میفته وسط. به همین ترتیب میتونی شکلک یا سوژه گربه رو انتخاب بکنی، بیای بگی xش 0، ایدرگش هم 0، میفته وسط. این است. حالا میریم سراغ اندازه و جهت این سوژه. این سوژه رو میبینید گربه، اندازه‌شو من میذارم 50، کوچیک میشه. اندازه‌شو میذارم مثلا 200، بزرگ میشه. پس شما به این صورت میتونید اندازه این سوژه در صفحه رو کوچیک و بزرگ بکنید. یا جهتش رو ببینید، زاویه به شما میده، جهتش رو میتونی به این صورت تغییر بدی. من جهتش رو مثلا میذارم روی مثلا 90 درجه. دستی هم میتونید ست. یا میتونید با استفاده از این ابزاری که اینجا مشاهده میکنید چیکارش بکنید؟ گربه شما حالت آینه‌وار برمیگرده که اصطلاحاً فلیپ میشه. به این صورت ببینید گربه به سمت راست نگاه میکنه، به سمت چپ نگاه میکنه، یعنی گربه برمیگرده، اینور نگاه میکنه، اینور. و بقیه مواردی که هست. و با این آیکون نهایتا شما میتونید سوژت رو مخفی بکنی، ظاهرش بکنی. این کجا به کار من میاد، کجا به درد من میخوره؟ این زمانی به درد شما میخوره که مثلا در حالت پیشفرض سوژه تو صفحه هست ولی مخفیش میکنی. در آینده با استفاده از این بلاکایی که میبینی میتونی سوژه رو مثلا بعد از 5 ثانیه ظاهرش بکنی، یا بعد از اینکه روی این توپه مثلا کلیک شد یا روی این سوژه کلیک شد گربه ظاهر بشه، یا اگه این سوژه به انتها رسید گربه ظاهر بشه بیا حرکت کنه به سمت چپ. همه کاری میتونی شما با این نرم افزار انجام بدی. هر چیزی که تو ذهنته با این قابلیت پیاده سازی است. هر انیمیشنی که تو ذهنت باشه و بخوای میتونی با این پیاده سازی بکنی، چون تک تک این المانا میبینید قابلیت جابجایی و حرکت داره. نکته آخرم بگم و بحثم رو واسه این جلسه تمام بکنم، این هستش که شما وقتی این سوژه تو صفحه هست روش کلیک که بکنی یا اصلا انتخابش بکنید، ببینید دورش آبی میشه. توی پنجره بغلیش این پنجره این بالا عکسشو میاره و شما میتونی با استفاده از این بلاک ها یا با استفاده از این کد هایی که توی صفحه قرار میدی یک خاصیتی رو که ما اصطلاحاً بهش میگیم یک اکشنی رو، یک حرکتی رو به این سوژه بدی. مثلا یه بلاکی داریم حرکت کن، تابلو دیگه، یعنی حرکت کن، چند گام، تعداد گام مشخص کن. مثلا من میذارمش 20 گام، این به محض اینکه روش کلیک کنم 20 گام میره جلو. بذارم 100 گام رفت جلو. بذارم 1 گام میره جلو. یا مثلا این بلاکو ببینید بچرخ، چند درجه بچرخم؟ 15 درجه، نه 90 درجه، 90 درجه میچرخم. مجدد میام رو سوژه دومم کلیک میکنم. برای سوژه گربه ببینید این قسمت خالیه، میتونیم برای سوژه گربه هم حرکت تعریف کنیم. فقط چون گربه مخفیه بذار رو چیزش بکنم، اندازش هم میذارم روی 50 خیلی کوچیک شد. 100. خب این گربه من حرکت کن، چند گام؟ 10 گام. 10 گام داره میره. چرا داره میره پایین؟ به خاطر جهتشه. جهت رو قرار شد مستقیم بذاریم منهای 90 درجه که بیاد مستقیم حرکت کنه. الان مستقیم داره حرکت میکنه.
یعنی شما میتونید گربت رو به هر جهتی هم حرکتش بدید. تک تک این بلاک ها رو که بسیار زیاد هست و برای کاربردهای متعدد هست من در جلسات آتی قراره براتون توضیح بدم و شما یاد بگیرید که چجوری با نرم افزار اسکرچ هر موضوعی که تو ذهنتون هست رو بتونید پیاده سازی بکنید. دوستان عزیز خسته نباشید. انشالله ادامه مباحث در جلسه بعد خدمتتون ارائه خواهد شد.